Ulu Tanrı'nın adıyla. انصاف علی هدایت هستم و با برنامه 56م از مهندسی جهل امشب رو اینجا امشب هستش، احتمالاً در وطن نیمه شب یا نزدیک سحر هستش، آغاز میکنم. دوستانی هستن میان صفحه اینستاگرام من یا فیسبوک من یا دیگر کانال های من و بدون اینکه گوش بکنن، حداقل اینکه آقا اینجا این مهندسی جهل رو نوشته، ببینیم این آدم چی میگه. از خودش این سوال رو نمیپرسن. فرض بکنید که حداقل 1000 نفر فوش دادن و یه چند نفر هم خب به هر حال لطف داشتن، ولی این 1000 نفر نشون میده، یعنی اینهایی که دارن فوش میدن و اکثریت کسایی که دارن به صفحه من ظاهرا میان فوش میدن، البته نه اکثریت نیست، مثلا در ماه گذشته بیش از 100,000 نفر به صفحه من اومدن دیدن و احتمالاً کامنت نوشتن یا شیر کردن، بلکه چند هزار بار فقط شیر کردن. خیلی ممنونم از این دوستانی که گوش میکنن، میبینن و شیر میکنن. یه تعدادی هم فوش میدن. همین نشون میده که ایرانی ها ذهنشون ذهن جهل و جهالته. برای اینکه وقتی یکی داره یک سخنی رو به نرمی و آرامی و با استدلال از کتاب داره کتاب رو میخونه، شما چه میتونید به این بگید؟ هیچی. نباید بگید. حتی اگه خلافم بگه نباید بگید. فوش یعنی چی؟ مثلا چی میخواد بگید؟ بگید که مثلا من خیلی آدم چیزی، وطن پروری هستی، ملت پروری هستی، چی هستی؟ نه. فقط نشون میده که از نظر اجتماعی خیلی پایین هستن این افراد. از نظر خانوادگی اخلاقی انسان‌های لومپنی هستند که حالا به هر وسیله‌ای شده یه تلفنی دستشون افتاده دارن میان اینجا به این و اون فوش میدن. از این که بگذاریم، ما در این 55 جلسه گذشته حدود 80 کتاب رو معرفی کردیم در زمینه‌های مختلف. پزشکی بود، پزشکی حیوانات بود، دارو درمان انسان بود، دارو درمان حیوانات بود، نجوم و سیارات بود، هندسه بود، ریاضیات، چند آموزش ریاضیات بود به پیشرفته، چند مجهولی تا چند مجهولی ها، از اول صفر با بسم الله تا ریاضیات چند مجهولی رو دیدیم. در مورد نجوم گفتم، کواکب و نجوم کتاب خوندیم. در مورد تفسیر قرآن، ترجمه قرآن، تفسیر دعاها، خود دعا، شعر، ترجمه حافظ، ترجمه کتاب‌های لغتنامه، 2-3 تا لغتنامه خوندیم. در مورد جادوگری خوندیم، عرض به حضور، در مورد تاریخ خوندیم، در مورد شخصیت‌های معروف کتابایی رو خوندیم. 80 کتاب رو از هر کدومش حداقل از هر کدوم 3-4 صفحه رو خوندیم، موضوعش رو آشنا شدیم. اکثرا تلاش کردیم تاریخ نوشته شدن اون کتاب دستخط رو پیدا بکنیم. 1-2 تا کتاب رو هم نتونستم بخونم. 3 تا کتاب رو در میان این 80 تا نتونستم بخونم. سوادم نرسید، خط خیلی برای من پیچیده بود و همچنین مثلا با کتاب امیرعلی شیرنوایی مرحوم اصلا دهمساز نشدم، نتونستم بخونم، برای اینکه هم خطش برای من خیلی خوانا نبود و همین که به لهجه ترکی جغاتای یا جغاتای نوشته شده بود و من خب نمیدونستم این لهجه رو. یکی از دوستان فکر کنم بازم جناب آذرباش بخش چاپی اون رو برای من فرستاد و من اون رو دیدم که میشه یواش یواش خوند. حالا اونو امروز هم تصمیم گرفتم که به جای این که بریم و
از هر جایی یک کتاب بخونیم، کتاب ها رو به شکل طبقه بندی شده، مثلا در هر رشته 3 تا کتاب رو معرفی بکنیم در 2 روز 3 روز، یا 4 تا کتاب رو در 2 روز معرفی بکنیم، بعداً دوباره میتونیم برگردیم به همون سری ها و اینها رو معرفی بکنیم. اینکه انسان ها بیان، حداقل ما میتونیم به انسان ها بگیم که آقا جون، زبان ترکی اینقدر قدرت داشته که حالا برعکس این آقایونی که هی من دیروز پریروزم دیدم میگه آقا چون زبان دربار عثمانی فارسی بوده، یه چنین چیزی از بیخوبان غلطه. زبان آموزش، اداره و سیستم ترک عثمانی ترک بوده. نشانش چیه؟ نشانش کتاب‌های هزاران جلد کتابیه که به زبان ترکی نوشته شده و به فرمان سلطان نوشته شده، یا با حمایت سلطان، حمایت مالی، سیاسی، اداری، اقتصادی، اطلاعاتی سلطان اون کتاب‌ها نوشته شدن. خب این نشون میده که زبان است. حالا یه سلطانی اومده یه شعر فارسی هم گفته، خب شعر عربی هم گفته، ممکنه شعر هندی هم گفته باشه، ممکنه شعر چینی هم گفته باشه، این ربطی نداره که حالا چون شعر گفته بس زبان اصلی اون هست. نه آقا، دوست داشته به چند زبان دیگه هم حرف بزنه. مگه الان که ما داریم صحبت میکنیم، من به فارسی صحبت میکنم، مگه زبان رسمی من فارسیه؟ نه، زبان رسمی من و زبان رسمی که من معتقدم ترکیه. تموم شد رفت. حالا بخصوص در جاهایی که مثل چریلر، یعنی ارتش چریک دیگه، چری از همون چری گرفته شده، مثل ارتش چری که جنگجویان عجیب و غریبی در تاریخ بشر هستند، اینها زبانشون ترکی هست. پادشاه نمیتونه با اینها به زبان فارسی چیز بکنه، شورش میکنن، انقلاب میکنن، یه چیزایی جز بچه های متعصب. اون کتاب قبلی که خوندیم در مورد یه کتاب که خوندیم خیلی برای من جالب بود. البته خیلی کتاب خوندیم که برای من جالب بودند و من باید برای روح اینها سلام و صلوات فرستاد. اجازه بدید من ببینم میتونم این، حالا اون کتاب میزان الحق بود اگر اشتباه نکنم، ساعتنامه میزان الحق بود یا ساعتنامه بود، فکر میکنم که میزان الحق بود، که میزان الحق بود که میگفت 3 تا چیز باعث میشن که انسان‌ها عقلشون پاره سنگ برداره. یکیش تعصب بود، خیلی مهمه. تعصب ورزیدن به افکاری که دارید، اطلاعاتی که دارید، جزو نمیدونم چه بگم، یعنی نمیتونم اینو به زشتی که دوستان دارن میگن من هم بگم. به هر حال از اینا بگذاریم. ببینید همین این صفحه آذرباش هستش، کتابخانه آذرباش آنلاین هستش. من اینو که باز کردم همین امروز، آخرین کتابی که برای من ارسال کرده، یعنی برای همه دیگه، هر کسی که تو این کانال عضوه، من الان نمیدونم چه تعدادی به این کانال عضوان، محاکمة اللغتین حضرت امیر علی شیر نوایی هستش که من الان زدم دانلود بشه. این هم جزو کتاب‌های بسیار مهم هستش و یکی از دوستان یک کتابی رو برای من فرستاده، قرار شد با ایشون مصاحبه بکنیم. متاسفانه عشق و علاقه بسیار زیادی هم داشت، یادم رفته اصلا که ایشون رو بیارم اون کتاب رو. اینجوری بهتون بگم، انگلیسی ها وقتی هندوستان رو اشغال کردن و ترک ها رو در هند از کار برکنار کردن، شروع به نوشتن کتاب و تاریخ و دستور زبان و لغت و اینها برای مللی که میخواستن در آینده اینها رو بنده و برده و خودشون بکنن و اذهان و افکارشون رو تغییر بدن، شروع کردن برای اینها کتاب نوشتن. یکی از اونها یک کتابی هست به ترکی، لغت‌های ترکی رو به فارسی ترجمه کرده و بله به فارسی ترجمه کرده و
خب من خودم یکی دو تا لغت رو امروز وقت کردم. امروز خیلی سرم واقعا خیلی شلوغ بود، برای همین اصلا فرصت نکردم و حیف، با اینکه الان خیلی دیر وقته، یواش یواش وقتیه که باید بخوابیم. البته من معمولا دیر میخوابم، 3-4 ساعت دیرتر از این وضعیت میخوابم، ولی با اینکه خسته هم بودم گفتم من کتاب رو نخونم، حیفی که بخوابم عمرم رو امروز بدون کتاب نگذارونم. ولی در این حال در فرصت کوتاهی که در دست داشتم تونستم 1-2 صفحه 4 صفحه از کتاب اون دوستی که برام فرستاده بود اون رو بخونم، همون کتابی که هندی ها و انگلیسی ها نوشتن. یعنی شرکت هند شرقی در حقیقت مالیه کرده و چیز کرده که اون نوشته بشه. من 1-2 مورد با همین بیسوادی خودم در زبان ترکی به 1-2 مورد اشتباه برخوردم که در کتاب اومده بود، ولی خب حالا احتمالا من به خاطر ضعف لغتم به این چیز نیست. حالا به هر حال این کتاب محاکمة اللغتین هست که مربوط به ایشون. این کتاب هم دستنویسه ولی خیلی بهتر از اون کتاب قبلی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. در اون لغتنامه زبان ترکی رو زبان شاه زبان ها میدونه، شاهنشاه زبان ها. زبان ترکی رو همون هندی، همون چیز، حالا یا هندوانه بغلمون میذاره یا واقعیت رو میگه، اینجاش دیگه فعلا برای من مهم نیست. مهم اینه که در اون کتاب انگلیسی ها این کتاب رو که سفارش میدن، در اونجا اون نویسندگان، مجموعه نویسندگان هندی که به زبان فارسی و ترکی مسلطن در هندوستان، از زبان ترکی به عنوان پادشاه تمامی زبانهای روی کره زمین یاد میکنن. حالا یه روز اون کتاب رو هم میخونیم. این کتاب باهاش یه مقدار آشنا بشیم دوستان. ببینید این کتاب که ببینیم چقدر میتونیم کوچیکش بکنیم که این صفحه کامل دیده بشه. بیش از این نه، زیاد کوچیک نمیشه، نه که اینا. به هر حال ببینید این کتاب دومیه که مرحوم حضرت امیرعلی شیرنوایی، امیرعلی شیرنوایی این رو نوشته. ببینید این کتاب چجوری، گفتیم در اون کتاب قبلی در هندوستان، ببخشید در کابل. حالا این کابل که گفتم یادم افتاد، بذارید یک متنی رو از کابل براتون بخونم. اگر بتونم اون وبسایت رو پیدا بکنم خیلی عالی میشه. این وبسایت نیست، ببخشید، حالا نمیدونم چجوری باید برگردم به اون صفحه. اون هم یک کتابخونه هست، تازگی ها پیدا کردم، احتمال میدم همین آذرباش، جناب آذرباش اون رو راه انداخته باشه. ولی چیز جالبی که در اونجا دیدم، در مورد افغانستان بود که زبان افغانستان امروزی در گذشته که ترک ها بر اون حاکم بودن و زبان ترکی در اونجا جز زبان رسمی اداری بوده. خب در اثر نفوذ انگلیسی ها و فارس ها از دو طرف در این 100 سال اخیر، زبان بسیاری از ترک ها عوض شده، به دری برگشته، به پشتون و اینها برگشته. ولی این کتابای چاپی هستش. من حالا یک کتابخانه دیگری بود که زبان ادبیات ترکی، خاندان سولی، اینجا فکر میکنم همینجا بود. اگر بتونم اون کتاب رو پیدا بکنم. متن جالبی رو خوندم از این چیز و من این رو هم شیر کردم در رابطه با
همین امیرعلی شیرنوایی یه مطلبی نوشته بود که بعد گریز داده بود به افغانستان و پادشاهان ترک رو در دنیا رو جمع‌آوری کرده بود. من دیدم چقدر این افغانی هایی که دارن کار میکنن چقدر دقیق و بهتر از ما ترک ها در ایران کار میکنن. چقدر نشسته آدم پادشاهان تمامی سلسله های ترک به موازات هم در این دنیای بزرگ داشتن، زیر خلافت اسلامی حکومت‌های محلی خودشون رو داشتن، منطقه خودشون، و حتی گاهی با هم می جنگیدن برای گسترش چیزشون. حالا اگه اینو پیدا بکنم بذارید ببینم تو اینستاگرام باید باشه. بر اساس هم اینجا نگاه کنید، اینجا یک لیست، من اینجا چرا یه یا اینجا اومده، لیست سلسله ها و پادشاهان ترک آشنا بشویم. لیست برخی از پادشاهان ترک از 1977 تا 1925 میلادی که بیش از 1000 سال از ظهور اسلام تا کنون در جغرافیای افغانستان کنونی، ایران کنونی و خاورمیانه کنونی فرمانروایی کردند. چطور؟ ببینید اینها اومدن سلطنت غزنوی ها رو از 209 سال این غزنوی ها در یه منطقه ای، گاهی بزرگ می شده گاهی کوچیک می شده، حکومت می کردن. و جالب اینه که در این مقطعی که قبل از غزنوی ها عرب ها بودن، چیزی به نام ایران وجود نداشته. در دوره غزنوی ها ممالک غزنوی است، ایرانی که امروزه هست جزء غزنوی هاست. حتی اگر آذربایجان هم اونجا حکومت ملی محلی داشته، بازم زیر بیرق غزنوی ها بوده که اسم پادشاهانشون میبینید. نگاه کنید به سال، هر چند سالی که اینها پادشاهی کردن رو اینجا آورده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 تا شاه داشته. بعد سلطنت سلجوقی ها ترک که 120 سال حکومت کردن. در این هی ادامه داره. اینجا من در این قسمت این لیست رو کامل گذاشتم برای اینکه همه بدونن و میخوام بگم که یعنی خیلی خوب کار کردن این افغانی ها در بعضی از مسائل. حالا به جای اینکه صرف بکنیم به این قضیه، با اجازهتون من برم اینجا و اینجا ریسرچ بکنیم سیاست، ببینیم یا سیاست نامه، سیاست، ببینیم چی میاد. ببینید اینجا 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 10 تا کتاب آورده. بذاریم ببینیم این چی هست. الیازما کتابخانه‌lar مینلر جساده هر تاریخدن الیازما تصحیحی. نه این فقط چیز هستش. این چی هست؟ دوباره همون مطلب رو اینها. سیاست، خود سیاست این یک کتابه. ببینید حالا این پیریزاده، ببینید سیاست پیریزاده این شکل صفحه اصلیشه، یک صفحه ازش هست و این کتاب رو بذاریم دانلود بشه. ببینید در جهان اسلام. حالا چرا این تصمیم رو گرفتم؟ برای اینکه من هر چقدر با دوستان صحبت میکنم، با دوستان متفکر ترک صحبت میکنم، متوجه میشم که دوستان تمامی نظریات غربی رو بلدیم. وقتی میریم سراغ ای ها که ازشون این اینترنت ازشون کمک بگیریم، هوش‌های مصنوعی، باز هم ما دنبال این هستیم که ببینیم غربی ها چی میگن. هیچ نمیخوایم ببینیم که آقا ما چی میگیم، ما پدرانمون چی گفتن. خب پدران ما خیلی قبلتر از غربی ها امپراتوری بسیار بزرگی رو تأسیس کردن که آخرینش کمتر از 100 سال پیش، اگه حدوداً فکر کنم 124 عثمانی منقرض کرد آتاتورک به همراه کودتاچیان. تا یعنی حدوداً 101 سالی که آخرین امپراتوری ترک به عنوان امپراتوری یا خلافت اسلامی منقرض شده. قبل از اون چیز بوده،
سیاست نامه بنویسیم ببینیم چند تا پیدا میشه. ببینیم دولت بنویسیم چی میشه. دکتر پرویز ناتل خانلری، این هم جز از همونایی که فکر کنم مانگورت، ترک مانگورت باشه. احکام دولت اغلی یوسف. بذارید ببینیم این چی هست. حالا اینجا بزنیم این کتاب ها دانلود بشن ببینیم چی هست. دولت اغلی، اینم که همون شد. این چی هست؟ کتیبه ترکی در حرم امام علی در نجف. این هم خب بالاخره امام علی یه شخصیت حداقل بسیار محترمیه در جهان اسلام و در اینجا یه کتیبی هستش که ببینیم اگه بشه پیداش بکنیم خیلی عالی خواهد بود. این کتیبه رو اگه تورک دلی رافائل دومان، ای کاش متن این رو بتونیم پیدا بکنیم. قدیمترین انجیل جهان در تبریز، انجیل رسولان. حالا بذارید بیش از 200 yıl bundan qabaq yazılıbdı. Dəri üstündədir. Soryanıdır, Aşurluların dilləri ki, əlan bu zamanları ki indi vardı, bunun xətti ilə mütəvafi. Çünki murur zamanında təğyir tapıb və hərdən bunu oxuyanmaz. Və əvvəl və əvaxirində də bəzi səfərlərin mərəmmət olub təvəssüt fərdi به نام داوود ابن Məlikşah səfərlər ki tirətərdi, koldan pul tuturlar. Burada bəzi yerlərində diqqət eləsəz, adəti sizdə gözümüzən o pustu kitap bağ eləyiblər, bəzi yerlər bölünmür qəşəm, kamil kitap bağı. Bəli, bu qiyməti nə qədərdir? بالای 1200 ildir ki inşallah bu Kərmansadə ki Sazman Enerji Atomunda zətdə var. Nümunə versək dəqiq müşəxxəslər ehtimalını şayad bundan da çox ola bilər. Bəli. خب اینم یه انجیله که در تبریز نگهداری میشه به خط سریانی. دولت بنویسیم ببینیم چی میشه. دولت یخته حاکمیت حاکم اوکی اینم نیست. شاه، دیوان شاه اسماعیل صفوی. این چی هست؟ دوباره این هم همون هستش، این هم همون هستش. این منظوم داستان ابراهیم ادهم شاه خراسان. دوباره ورقه شاه و گلشاه معشوق و جان. این احتمالاً داستان باشه به نظر من. دوباره صفوی، شاه اسماعیل و گلزار حکایسی. اینم زندگی عاشقانه شاه اسماعیل و گلزار حکایسی، گواوزار حکایسی، اینجوری نوشتن. دیوان شاه و گدا. این چی هست؟ چی میتونه باشه؟ بذارید اینو دانلود بکنیم ببینیم چی هست. شاه و گدا یه کتابیه که مربوط به دیوان شاه و گدا یه کتاب، یه داستان انگلیسی هستش، Beggar and Prince، شاهزاده و گدا. حالا من اینجا دیوان شاه و گدا رو دست چیز کردیم. دوباره سلطان سلیمان قانونی، اینم دیوان خود سلطان سلیمان قانونی دوستان. حالا دانلود میکنیم ببینیم که آیا همش فارسی هست یا درش ترکی هم هست. یا تاریخ فخرالدین مبارک شاه.
مقاله درباره تاریخ مبارک شاه، اینم که مقاله هست. شاه اسماعیل خقیقی مرگئی مزین به شعر شاه اسماعیل این هم قرارداد اشتاین بین فتحعلی شاه و ناپلئون. این هم مثل اینکه ترکی هستش، حالا قرارداد رسمی هست، اینم بهتره ببینیم که در دوره قاجار بوده. قهرمان شاه هکایسی، اینم قهرمان شاه، ببینیم اون چی هست. قهرمان شاه هکایسی که همونه. اینجا هم منظوم برقه شاه و گلشاه معشوق و جان، که این هم فکر کنم همون چیز هست، ولی ارزشش رو داره آدم ببینه که داخلش چی گفته، چون که داستان ها اینم مثنویه، شاه و گدا مثنوی. حالا دانلود میکنیم شاید یه چیز دیگری باشه یا مثنوی اون باشه. آدلم شاه اسماعیل هکایسی 48 صفحه، اینم حالا بذاریم دانلود بشه. شاه اسماعیل هکایسی، دوباره شاه اسماعیل و گلزار هکایسی. حالا این حکایه ها، شاه اسماعیل گلزار، دیوان خطایی شاه اسماعیل صفوی، دیوان خطایی، دیوان خطایی، دیوان خطایی، دیوان خطایی قرن 11. ببخشید همینجوری این زبان فارسی کار دست ما داده. دیوان خطایی، دیوان خطایی، شاه و گدا مثنوی، مجموعه اشعار فارسی ترکی ریزوان علی شاه همدانی. این هم مجموعه اشعار شاه و گدا. این چه بود؟ شاه و گدا رساله عشق عرفانی مثنوی یحیی بی قرن 16. فکر کنم این همونی که داریم دانلود میکنیم. شاه و گدا، درویش محمد، نادرشاه افشار. این کتیبه هم جالب خواهد بود. دیوان خطای قواعد زبان ترکی، این جالب خواهد بود. بذارید اینم دانلود بشه. تاریخ ینگی دنیا، این رو ببینیم چه سالی نوشتن. اینم جالبه. ینگی دنیا، دنیای جدیدی کشف شده. خب شاه رو چیز کردیم، بیایم خاقان بنویسیم ببینیم. خاقان، دیگه چی میشه؟ شاه حاکم، خلافت، خلیفه، دربار، یک کسی به نام در رابطه با رافائل دومان فرانسوی در رابطه با زبان ترکی و فارسی یه مطلبی رو نوشته، یه کتابی رو نوشته. بذارید این رو هم دانلود بکنیم. سلطنت، خب برگردیم بریم ببینیم چند تا کتاب دانلود کردیم فعلا. از اینها یه چیز رو بخونیم، یواش یواش در میاد دیگه. خب 1 2 3 4 5 تا الان 6 تا کتاب رو دانلود کردیم. این شاه و گدا رو بخونیم یا سلطان سلیمان رو بخونیم یا ینگی دنیا رو، هر کدومی که میخوام بگم بخونیم، میبینم که ببینید
از همینجا شروع بکنم، بعدا یادم میره کدومو خوندم. خب از دیوان سلطان سلیمان قانونی شروع میکنیم. این ظاهر کتاب هست دوستان، میتونیم نگاه بکنید چقدر نفیسه. قدش معلومه که خیلی بلنده، کتاب کوچیک نیست، خیلی بلنده، با این زمینه زیبای قرمز و حاشیه‌ای که برش هست و این زیبایی چیز رو میتونیم ببینیم. صفحات بعدی رو هم همینطور میبینیم. رنگ کاغذ رو هم الان بذاریم اصلی صورتی تقریبا. احتمال میدم که چون اینجا سفیده، نمیدونم این قضیه چی هست، اینها رو احتمالا بریده شده و روی یه چیزی چسبوندن. یعنی بعد هر متن رو که میبینید شعرها رو جدا کردن، با یه حاشیه براش کشیدن و شعرها رو دوباره با خط کشی های جالبی از هم جدا کردن. هم مصرع ها رو جدا کردن، هم کل شعرها رو از هم جدا کردن. این کتاب 264 صفحه هستش ظاهراً و هر صفحه یک صفحه است دیگه. حالا در کتاب قبلی ما در هر صفحه PDF 2 صفحه داشتیم، در اینجا میبینیم که کم بریم ببینیم حالا در صفحه مثلا 100 چی هست، 100 یا چیزی تغییر میکنه. نگاه نکردم که ببینه خطش تغییر میکنه. به نظرم اومد که خط در اینجا با خط در صفحه 100 یه بله به نظرم میاد که فرق کرد. حالا یا قلم فرق کرد یا خود متن صدا نویسنده فرق کرد، نمیدونم. من حالا اینجا این صفحه 156 یادمون باشه، من اینجا یه شعر ترکی میبینم، اینجا هم یه شعر ترکی میبینم. حالا بذارید ببینیم این دوستانی که خب این جلد آخرش هم همینطوره. اینجا 1937 نوشته شده، 1012 این نمیدونم چی هستش در اونجا. خب ما با تاریخ زندگی خاقان بزرگ سلطان سلیمان قانونی آشنا هستیم. یعنی میدونیم که سلطان سلیمان قانونی در چه سالی زاده شده، در چه سالی فوت کرده، در چه سالهایی جاهای مختلف رو از دست دشمنان آزاد کرده. رساله کواینی نمیدونم این یعنی چی. اینجا 1007 رو خورده، نمیدونم که این الیازması eserler الیازması MF نمرسی 1007. حالا اینجا یه تاریخ‌هایی رو گذاشته که باید با حوصله بشه اینو که Büyük Millet Kütüphanesi Meclisi Büyük Kütüphane Meclisi Kütüphanesi. اینجا هم ترک، حالا اینجا احتمالاً اون باشه، کتابlığı 1937، یعنی در این احتمالاً در این تاریخ این کتاب رو تحویل گرفتن یا خریدن برای این کتابخونه. الفقیر الی الله الغنی از سید فاضل غفره. یه آدمی که این کتاب رو خریده بوده، استحبب الفقیر، حالا این چی هست؟ الله الغنی از سید فاضل غفره، سید فاضل اینو چیز کرده. دوباره یه تاریخ دیگه این 112 خورده. بریم ببینیم این عثمانی رو کتابش رو اینجا یه خط کشیدن، احتمالاً نقاشی خود شاه باشه، نمیدونم. دیوان اسم شاه در شعر، هر شاعری برای خودش یه اسم شعر انتخاب میکنه دوستان. ایشون
محبی، اسم لقب شعریشون، اسم شعریشون محبیه. این خاقان، دیوان محبی قانون سلطان سلیمان علیه الرحمه. بذارید ببینیم اینجا چی میتونیم بخونیم. ذکر بسم الله الرحمن الرحیم آشکارا کز لیه سنن علیم. آشکارا، بذارید ببینم اینو یه ذره. آشکارا گزلوه سن گزلنه سن علیم. دردمندم دردمه ایله دوا چه گمو خستلره سن حکیم. این بالا هم حکیمه. پس ذکر بسم الله الرحمن الرحیم آشکار اگزلویه آشکارا گزلیه سن علیم. آشکار و پنهان، آشکار و گزلیه سن علیم. دردمندم دردمه ایله دوا چه گمو خستلره سن حکیم. حمدالله کم به حمدالله امتی احتمالاً ایلدون بو بندلری یا کریم. son nefeste sakla imanım benim. Son nefeste sakla imanım benim. Bulmaya yol ana şeytan bulmaya yol ana şeytan rجیم. کی میگفتش این کتاب؟ نگاه کنید شروعش رو با این مصطفانون حرمتینه یا الله سن میسر ایله جنات و نعیم. روز محشرده محبی بندکی یا بندنی ارمعانی رحمتیندن یا رحیم. کلام حق هر kim ki kökülüden olmaya mail olur her attığı abtar و her ne eylese batil. اگر ظاهر جزیله sen ne غم cananı görmezsen. اگر ظاهر gözüyle sen ne غم cananı görmezsen یا görmezem. به hamdillah çeşm can açıktır ana yok hail. Gece و gündüzün endişem nigarun fikrindedir. Eser kılmaya gerbend o halet olmaya zail. Rubat köhne derdi dünya rubat köhnedir dünya کوچتون کاروان غم کاریان غم یه چیزی اینجا وقتی کوچیک‌تر نوشته میشه به نظرم بهتر میتونی بخونیم چون که این کلمات به هم چسبیده میشن. بنا دل بغلمزدن گل ورمز بنا آقه. محبی طرح قل dilden buhay و huy دارایی. محبی طرح قل dilden buhay و huy دارانی. sana ancak bu sevdadan belə اغمد زر حاصل اغمد زر حاصل. نمیدونم کامل نمیتونم بخونم، خیلی خوش خطه. کاش بتونم چیز این رو پیدا بکنم، چاپی این رو پیدا بکنم. دست قدرت لیوغی کن عالمی وار ایلدون خلگنی مسلم قılıp çimini küffar eyledün. Hariden güller bitirdün, nehliden hurma yeter ya hurma yeter. İbret için güllerin
ahkemet izhar eyledün. Gullerine hikmet izhar eyledün. Kimine verdün behişt و خلعت و تاج و کمر kiminin yerin cehennem menzilin nar eyledün. Kiminin qədini qıldın fədini. Kiminin fədini qıldın sərv و qədini. Kiminin qədini qıldın sərv و ərdən yücə. Gözləri başı kiminin جوی انهار ایلدون. روز روشن ایلدون امرین لا کن اندی طلوع. جون اندی طلوع gece بی انجمی گرایل زین ایدب تار ایلدون. Güller eyle gülşen içre خاری قلدون ماه نشین. دوستان ببینید، برای اولین بار در عمرم این کتاب رو میبینم و این خط رو دارم تلاش میکنم بخونم. در نتیجه هر شعری رو شما بخونید غلط میخونید قاعدتاً، برای اینکه باید اول ذهنتون با این آشنا بشه. شعر رو یک دو بار بخونید که بتونید روان بشید. من همینجوری برای اولین بار دارم اینجا فی البداهه تلاش میکنم این رو بخونم، در این که با این خطم آشنا نیستم. در این حال که ترکی ایشون هم به هر حال مال 500 سال پیش حداقل. Gece gerta sübhedek bülbülleri zar eyledün. Zahide erzani kıldın Kevser و hur و بهشت bu محبی بندنی مشتاق دیدار ایلدون. خب دوستان الان ما فکر میکنم یک صفحه خوندیم روی هم رفته. بریم صفحه مثلا 20 صفحه 20 مثلا. از صفحه 20 هم همینجوری دیگه میبینی که داریم فقط میخوایم ببینیم که این صفحه 19 هست، اینم 20. خب از اول شعر اگه بخوایم بخونیم باید از اینجا بخونیم. نه هجر و از نهایت نه خود به جور غایت. نه هجر وار نهایت نه خود به جور غایت. خیلی حالا اونجوری نمیتونستم بخونم الان چون تلاش کردم فارسی بخونم ترکی بخونم، بالاخره نه هجر وار نهایت نه خود به جور غایت. öldürse dahi غمزن اتمه دل شکایت. واو چقدر زیبا میگه این شعر رو. نه به هجر تو نهایت داره، نه جدایی از تو نهایت داره و نه این ظلمی که میشه غایت و آمال و هدفی داره. öldürse dahi غمزن اگر غمزه تو بکشه من رو اتمیه دل شکایت این دلم شکایت نمی کنه. bir qıssadır mütəvvəl zülfünlə dərdüm ey dost ta həşrədək dünyayı dinməyə bu hikayət. یک قصه هست بسیار طولانی از زلف درباره زلف تو. دردم ای دوست، این دردی که دارم ای دوست، ای دوست این دردی که از زلف تو بر دل من افتاده. قصه بسیار طول و درازیه. تا حشرتک، تا اون روز قیامتی که اسرافیل سورشو بزنه و از زمین بیدار بشیم و مثل اوت علف که داره از زمین رویش پیدا میکنه ما هم از قبر بیایم بیرون. دنیای دن میه بو حکایت. این تا اونجا من این داستان بیماریم به خاطر زلف تو رو بگم این حکایت این داستان تمام نمیشه. غمزن اوقی گلندن sınma cerahat oldu.
غمزن اوگی geldin sineme cerahat oldu buldu muradini دل جان oldu dahi راحت. اینجا حالا یه مقدار اینجا رو خوب نخوندم، نمیدونم این دو تا دال داره، حالا لام داره، نمیدونم این چی میشه. غمزن اوگی، از اون غمزه‌ای که تو داری غمزه میری اشوه ناز میکنی، یه تیری میاد به این سینه من، جراحت شیرینی ایجاد میکنه. بولدو مرادنی دل، با همین غمزه تو، این جراحتی که گرفتم، این دردی که تو دل من افتاد، این پارگی دل من، این زخم دل من، زخم که از حاصل عشق هستش، این همون چیزی بود که دل من میخواست، مراد دل من بود. اولدو داخل راحت، جان اولدو داخل راحت، دیگه جان من با همین زخمی که از عشق و غمزه تو گرفت راحت شد. ببینید چقدر این کجای این چیزه. حالا بریم صفحه یه شعر دیگر رو یک دو بیت بخونیم. اگر زلفünden ilersem şikayet olur cana mütevvel bir hikayet xatın tezvirine qaşunla zülfün xatın tezvirine qaşunla zülfün görək eyler bir toğri şehadet başıma xak babundur başıma xak babundur saadet dariqa qani başımda o dövlət dariqa fani başımda o dövlət محبت senden olmayınca ey dost bana bir der haman mehnet muhabbet muhibbi qametin gördü nigarın dedi bu gündür ribna gönderir bana kıyamet. ببینید هر کدوم اینا یه شعریه که نوشته. حالا اینجا از صفحه 20 هم تلاش کردیم که یه مقدار بخونیم دیگه، یه مقدار خوندیم. بریم صفحه 40 مثلا، این صفحه 50 شد، بریم صفحه 40. این صفحه 40. بازم از اول حالا یکی از این شعرها رو بخونیم، مثلا بذارید اینو بخونیم یا اینو بخونیم، اون که خطش یه مقدار برای من Lablarından kim bugün sağar çeker? Lablarından kim bugün sağar çeker? Sanma ferd amend کوثر جگر. Sanma فردامنت sanma فردامنت کوثر جگر سرو فدک ایله dava eylemiş. Serv قدون ایله دعوا eylemiş. ببینید مادامی که اشتباه نخونم نمیتونم تصحیحش بکنم. Bir eşidüp yüzüne زنجیر çeker. واو. این یا خنجر کسر، ببخشید خنجر. حالا یه بار دیگه. Lablarından kim bugün sağar çeker? Sanma اینو نمیتونم کامل سر در بیارم. فردا منت کوثر چکر، فردا منت کوثر çeker. Okey. Lablarından kim bugün sağar çeker? Sanma فردا یا فردا منت کوثر چکر. سرو قدون ایلیه دعوایی سرو فدکون ایلیه سرو فدک ایله دعوا eylemiş.
ببخشید این فدک نمیشه، سرو قدون ایل دعوا ایلمش، برای همین نمیتونم، برای اینکه اضافه مضاف مضاف الیه میخوندم. سرو باید بیستیم اینجا. سرو قدون ایل dava eylemiş bir eşidüp yüzüne xəncər keçər. Tərk çeşmün mülk dil taracine. Şayram tork çeşmün mülk dil taracine zülfü kafir keyş ile leşker çeker. Çün nüqab açdın yürekten aftab. Çün nüqab açdın yüzükten aftab, yüzünden. Çün nüqab açdın yüzünden aftab, utanıp şəb çadırine ser çeker. Bu muhibbi girse eşk meydanine, dud آهن başına مغفر çeker. این نمیدونم مغفر چی میشه، معنیشو نمیدونم، احتمالا یک نوع فلزیه مثلا، یا نمیدونم چی باشه. بریم صفحه 50 مثلا، از 50 هم یه شعر بخونیم. اوکی اینم 50. اینجا هم میام اینجا یک اینجوری بخونیم دیگه، از هر کدوم یه 4 شعر داره هر کدوم، هر صفحه. ما الان سوم رو بخونیم، بعد 4م رو میخونیم، دوباره از اول میام. demek mecnune divane محبت mülkü şahıdır. Demek mecnune divane محبت mülkü şahıdır. Yatınca teyrle vahşi sürer cümle sipahidir. نمیدونم این چی. Yatınca ya batınca teyrle vahşi yürer cümle siyahıdır. Dela beruy zerdümle ya dela beruy zerdümle nece inkar edüm eşke. Gözümün kanlı yaşıyla içi hazır گواهیdir. یعنی خود چشمام گواه اینه که چشمام اشک داره، اشک خونین داره. sürersen sinem üstünde الفرو çekti bilim bir nemiyorum. Sürersen sinem üstünde الفرو çektiğim bir müebbet şehrine andan varilur toğri rahidir. Bu çeşm kanlı yaşından cihan deryaya dönmüştür. Yürür dil çıkmaz içinden cenas anda mahidir. Ya sabasan anda sabah ne senas cenas nemiyorum این چیه. Berager sari olaştır mühibbi gele uşak ortaştır. Belager sarı otaştır muhibbi gele uşak muhibbinle uşak. احتمالا اینجا این کاف دوباره نون خونده میشه. بلاگر ساری otaştır muhibbinle uşak görüben yer bir üstünde غمامی دود آهیدür. نمیدونم، خب نتونستم بخونم. یکی از عللش اینه که حالا بریم صفحه 60. یکی از علتش اینه که خط رو نمیتونم بخونم. این خط برای من مشکل ایجاد میکنه. غم مجلسونده زاری لغم
alın bilir. Aklın bilir. Gam meclisinde zarili gam aklın bilir. Ne gibi nece aklıkım anladığım dilben bilir. Dinleyen bilir. Okey. Anlayan bilir. Okey. Gam meclisinde zarili gam anlayan bilir. حالا اینجا آنلیان صدا گذاری هم نشده، خیلی مشکل دارم میخونم. غم مجلسونه زارلغم آنلیان بیلور، کسی که میفهمه، آدم فهمیده میفهمه که چرا من زارم در مجلست. نه gibi nece ağladın dinleyen bilir. مثل نه چگونه گریه کردم، کسی که گوش بکنه میفهمه. Ne gibi nece ağladım ya nece ağladığım dinleyen bilir. Canu diliyle şem ruhi bare banduğum canu diliyle şem ruh banduğum پروانه gibi yanmağa dil bağlayan bilir. Eşkin rumuzi ni ani zahid anlamaz. Eşkin rumuzi ندونی ندنینی احتمالا یعنی زاهد anlamaz, گوش dildir buyine buni söyleyen bilir. وصلی دارم شعر مرحوم رو، خاقان بزرگ رو دارم خرابش میکنم راستشو بخواید، ولی تلاش میکنم یک شعر فارسی پیدا بکنم ببینم که این در دیوانش شعر فارسی هم گفته باشه و این دوستان این مدرک رو بزنید تو دهن این پان ایرانیستا که پان فارسا که فکر میکنن دوریا و به خصوص ترک ها، پادشاهان ترک تماما به زبان فارسی صحبت میکردن، شعر میگفتن. خود من وقتی حتی اون سریال رو هم نگاه میکردم فکر میکردم سلطان سلیمان داره فارسی صحبت میکرد تو اون سریال سلطان سلیمان. ولی حالا ما اینجا داریم متوجه میشیم که این دیوان ترکی هستش. خب 70 رو ببینیم، تا 70 بریم دوم ببینیم. حالا یک امیدوارم که gözüm yaşın revan ettim benim ber serv dalım var. Gözüm yaşın revan ettim benim bir serv dalım var. Behemdullah ki eşk ile yine bir özge halım var. Felek kerem olmuşsun görüp eyinde merhaleli mahi اینو دیگه مهر لماهی felek kerem olmuşsun görüp eyinde mehr lemahi benim de yüzü gün alnı gemer gaşı hilalım var. Dila mülkün gam şahım nece şad olmasın gönlüm. Dila mülk gam şahım nece şad olmasın gönlüm. Başımda dud ahimden otağım gare şalım var. Düşüp meyhane kuncunda içip mest و خراب oldum.
آن جون غمدن آزادم، نه غصه نه ملالم var. Mühibbi halvet-i dilde hemen anlıcadır ancak. Hemen anlıncadır ancak. Onu okunup şiir ile kimsevi sunam kemalım var. خب اینم از این. دوباره بریم صفحه 80 رو ببینیم چه خبره. اینم صفحه 80. اینجا شعر سوم رو. زاهدا سان ما بیزی جنت یا گülzar isteriz. Zahida sanma bizi cenneteye gülzar isteriz. Sağ kalbiz görmeye su gibi didar isteriz. Saf kalbiz görmene su gibi didar isteriz. Bute eşk içre yanıp halis olduk zer gibi. Olmarız dünyaya talip, sanma dünya isteriz. sanma dinar isteriz. آقا من با یه چین پادشاه عارف و عرفان و چطور میشه عمق معنا رو تو این انسان ملاحظه میکنید دوستان؟ عمق معنا، این که میاد دنیا رو تسخیر میکنه به خاطر این نیست که مغزش خالیه، به خاطر این درک عمیقیه که از حداقل از اون چیزی که میخواد حس میکنه داره و خیلی زیبا، خیلی عمیق اینها رو کاش یکی بیاد اینها رو تفسیر بکنه. یعنی من فکر میکنم مولانا نمیتونه این شعرها رو بگه. یعنی مولانا هم شعر گفته، نه اینکه نگفتش، اونم خیلی شعرهای زیادی گفته، مثنوی داره، دیوان داره، فلان داره، ولی این خیلی کوتاه شمشیری şer رو baş acık gam tekkesinde olmuşuz abdal eşk. Baş açık gam tekkesinde olmuşuz abdal eşk. Sanma kez şemden gir o namus ile ağır isteriz. Her visalun çünkü bildün ahiri hicranımış. Her visalun çünkü bildün ya buldun ahiri hicranımış. Vesli tercih edip ankütün hicri naçar. Aşıkız gerçe mühibbi tuttuk istigna yüzün. Aşıkız gerçe muhibbi tuttuk استغنا yüzün ne vefای yaro ne خود قهر اغیار isteriz. حالا صفحه 90 رو بریم. یه شعرم از صفحه 90. خب اینجا شعر آخر رو باید شروع بکنیم بخوندن دیگه. این جالبه، اینجا خطش خیلی زیباتره، من اینو بهتر دارم میبینم. قلسا گر وصلت شبinde عارض جانانشم. قلسا گر وصلت شبinde عارض جانانشم. پرتو خورشید اولن یرده نه حاجت یانشم. دوستانی که ترکی نمیدونن و مایی که ترکی رو نفهمیدیم، نخوندیم فهمیدیم که هیچی، چه چیزی رو از دست دادیم، چه شعرهایی رو، چه افکار عارفانه‌ای رو، چه افکار عمیقی رو از دست دادیم.
ayağında bəndi var, başında eşqin ateşi. Məclis içrə ey pəri, ölsən nə tən divanəşəm. Məclis içrə ey pəri, ölsə nə tən divanəşəm. Hər gecə tasıb ölüncə göz yaş dökməkdə yüz. Hər gecə tasıb olunca göz yaş dökməkdə yüz. Qəm şəbində an küçündür bana həm xanəşəm. روشن etsək nə olacağına kulbeyi əhzanimi. روشن etsən nə olacağına kulbeyi əhzanimi. Daima məhbər tünündən daima bir tənündən çün بغر پروانشم. احتمالا بغر باشه. بغر پروانشم. قصد بودامه düşürə dəm bedəm pərvanəyi. Qəsdi bu damə düşürə dəm bedəm pərvanəyi. Ol səbəbdəndir dökər ətrafı hər dəm danəşəm. Şəmə yanarkən əcəbdür daima pərvanələr. Şəmə yanarkən əcəbdür daima pərvanələr. Arzu ki qarşı olmuşdur bu şəb pərvanə. Arzu ki qarşı olmuşdur bu şəb pərvanə. Tələbdür pərvanə qılsa bu muhibbi can و دل. oldu cün vəslət şənidə arız canانه. خب بریم صفحه 100. حالا از اول اینجا باید بخونیم. حالا این شعر به نظرم بهتر از این شعر، یعنی من اینو یه مقدار قاطی دیدم. حالا چون شبم هست عینک رو نمیتونم بزنم برای اینکه اصلا چشمم دیده نمیشه. در نتیجه yüzük göstermeyip cana edersen böyle kanlık. Yüzük göstermeyip cana edersen böyle fenalık ya kananlık. Bu kafir iş bu zulmiyle olur mi hiç Müslümanlık? Yüzük göstermeyip cana edersen böyle fenalık ya fenanlık. Bu kafir iş bu zulmiyle olur mi hiç Müslümanlık? Könül eşkün harabidir, hazar kıl paymal etme. Hayal zülf ile azdır betağidir. O bir viranlık. اینجا viranlık میشه. Odur. Könül eşkün harabidir, hazar kıl paymal etme. Hayal zülf ile azdır betağidir. O viranlık. İhtimalen yatağıdır. Zülf ile azdır yatağıdır o viranlık. Başımdan belki gafildir bana kimdir qaba giysin. O kim deryaya düşmüştür ana lazımdır garibanlık, gariyanlık.
O kim deryaya düşmüştür, ana lazımdır garyanlık. Gözün başı revan olsun nigara bağ hüsnünde. Gözüm yaşı revan olsun nigara bağ hüsnünde. Salın her yana ey servim, düşer sana haramanlık. Lebün zikrinden ey dilber gayet mest iken gönlüm, gubari hattini ekdüm, erişti bana seyranlık. şarab lعل nabinden mühibbi cür'e istersen, ser koyunda dildarun verayet hal ile yeksanlık, hak ile yeksanlık. Ser koyunda dildarun var verayet hak ile، احتمالا این ورایت نیست، یه چیز دیگری است، یکسانlık. بریم 120. من میخوام از هر صفحه، هر 10 صفحه یه چیز رو بخونیم. 110 اینجا شعر دوم رو میخونیم. ایگاش باجون الف گیبی، ایگاش باجون الف گیبی، کله تیرین سنگ، تیرین سنگ کیبین له. ایگاش باجون الف گیبی، علی گیبین له تیرک سنگ سنین. حالا اینا من با فارسی قاطی میکنم. ایگاش باجون الف گیبی گیبین له تیرون سنین çağırıp dili vere ana can içre gel berk senin. احتمالا سنگم باشه اون آخری، تیرک سنگ، نمیدونم. خیلی من تو ترکی مثل اینکه فلجم دیگه، تو ترکی من تقریبا میتونم بگم فلجم. حالا دارم اینو میخونم که یک چیزی که میگفتن تو دربار عثمانی شاه فارسی صحبت میکنه و فارسی شعر میگه، داریم میگیم آقا دیوانش اینه. دوستم گر döndürem senin sefaden başımı, uğursun boynuma آخر ضرب şemşirin senin. Tekke eşk etse tane eder bugün mecnune dil, boynuma bend eyledin zülf zencirin senin. Bir nefes sanma ki de نقشون زیالی سینedن، نقشون زیاسی سینedن، لوح dilde cün ezel nakş oldu tasvirün. Serteser muyun muhibbire sevdaymış, kılmış avare ani zulfi gerekirken سنون. یا نمیدونم، حالا تلاش کردیم بخونیم، فارسی نیست به هر حال. بریم 120. این 110 بود. شعر سوم. رفتاره گلوب سرو گیبی دوست روان ol. رفتاره gelip سرو گیبی دوست روان ol. Güftare gelip nazile bir hurçe dehan ol. Tövbeyle başım al eline zülfini çoğan. Çunan ki gamze ugen sineme at gaşi keman ol. Ben zerre ki bir eyleyem alemi seyran, tek gün yüzü ki gösteriben bana ayan ol.
ten gün yüzünü gösteri bana ayan ol. Biz eylələm hər nə gəlir haqqə təvəkkül. Biz eyləyəlim hər nə gəlir haqqə təvəkkül. Ey zahid xudbin, yürü sən talib nan. Bir oldun sanma muhibbi ölə, pir oldun sanma muhibbi ölə dil pir. Ölə dil pir, bir tazə cavan susən tazə cavan ol. Bir tazə cavani sevesen tazə cavan ol. Bir tازه جوانی sevesen تازه جوان ol. بریم صفحه 160 ببینیم که اونجا چه خبره. اینجا هم شعر چهارم رو میخونیم. سوم چهارم اینجا رو بخونیم. همون. Yadlərlə cami nuşeylər ol, peyman qusal. Ya kəsəl, qeyrətindən sağar çeşmi bir olur xun dil. Qeyrətindən sağar حشم. این چی میتونه باشه؟ ساغر و خشم هر اولور خون دل. dönmüşəm ابر بهاره سرو راسندن جدا. dönmüşəm ابر بهاره سرو راسندن جدا. اشک چشمیم باغی در باران ترمز متصل. سرو که بی سرورا etsen gülistan seyrini. Serv gibi servera etsen gülistan seyrini. Gunçeler dembeste gelerse ters olur خجیل. gelerse تر olur خجیل. بازم این کلمه رو نتونستم بخونم. قتله ölmüş. بسیاری از این کلمات رو نمیتونم بخونم و غلط میخونم. فقط تلاش میکنم. ببینید دارم تلاش میکنم که اولا یه چیزی یاد بگیرم، این خط رو چشمم بهش عادت بکنه و همینطور بفهمیم که پادشاه ترک که حتی در سریال ترکی هم اسامی فارسی و شعر فارسی میگفت، اینجا میبینیم که دیوانش فارسی نیست. قتلمه önleş olmuş پشیمان bilmezem ya Rab neden. Katlime olmuş نه این همونه. olmuş پشیمان bilmezem ya Rab neden. Çok zamandı ki kanım etmiştim ana hal. Ey muhibbi her ne dinlu eylesen ahu fegan. Sanma kim sana terahüm eyliye ol sengi dil. بریم صفحه 140 ببینیم چه خبره. حالا اینجا باید اول رو بخونیم. اونجا آخر خوندیم، اینجا اول. اشک چشمیم kalmadı. ببینیم بالا از اینجا شروع میشه. Görmezem cana yüzün budur benim mahzunluğum. Görmezem cana yüzün budur benim mahzunluğum. Zülfünün şeydasiyem olmaz acaba mecnunluğum. اینجا سوال میپرسه. اشک چشمیم kalmadı. Garz ettim az خون ciger. Aşk çeşmim kalmadı.
Qərz etdim az xuni cigar, eyb qılmın dostlar bunu ilə mədyunluğum. Zülf afət fitneyi axır zamandır gözləri. Zülf afət fitneyi axır zamandır gözləri. İxtiyar ilə dinlədir zülfünə məftunluğum. İxtiyar ilə dinlədir zülfünə məftunluğum. Ben درون خلوتinde söhbəti xas etmişəm. Dostlar, bilmən benim bu şimdilik birunluğum. Nəqd canə vəsl umarkən oldu hicran hasilim. Nəqd canə vəsl umarkən oldu hicran hasilim. Eşq bazarına düşdüm, budur məğbunluğum. Pabirihnedir mühibbi düşəli dərd-u qəmə. Zülfünün şeydasıyam eyb eyləmə məcnunluğum. حالا فکر میکنم این شعر رو بهتر از بقیه خوندم. بریم صفحه 150. شعر دوم اینجا. Gözlerimden ağa tursun turmusun yaşım benim. Gözlerimden ağa tursun turmasın yaşım benim. Dursun durmasın inciri. Dörmenimden ağa axmaq. Ağa yani سرازیر به اون. Gözlerimden ağa tursun turmasın yaşım benim. Yana için sağalarım. Şimdi نری رو باشم بنیم. این کلمه رو نمیدونم چیه. یا نه ایچون ساقلرم شمدنگی رو باشم بنیم. شمدنگی رو باشم بنیم. içtiğim خون جگردür yediğim درد و علم. دردلü مطبخ غمده بشر آشم بنیم. بیشر آشم بنیم. içtiğim خون جگردür yediğim درد و علم. دردلü مطبخ غمده بیشر آشم benim. Ey felek çarxın bozulsun öyləsən axır xarab. Ey felek çarxın bozulsun öyləsən axır xarab. Necə kim odlara yaqdun bu içim taşım benim. Çəkdiyim bar qəmi çarxın qətari çəkməyə. Çəkdiyim bar qəmi çarxın qətari çəkməyə. Gəlmədi bu dadi möhnətdə yadaşım benim. Ya padaşım benim. Gəlmədi bu vadiye mehnətdə padaşım benim. Ey mühibbi, na olunca iş bu dərdə çarə bu yox. Ey mühibbi, na olunca iş bu dərdə çarə yox. Bəhr olsa yerdər şemdegir و باشم benim. اون شمدگیر اینجا دوبار تکرار شد. شمدنیر بلکه این باشه شمدنیر نمیدونم یعنی چی. بریم صفحه 160 رو ببینیم اونجا چه خبر هست. اینجا شعر سوم رو باید بخونیم. اینجا ساق یا جامی دریغت بیون مخموردن بوبن مخموردن. ساق یا جامی دریغت بوبن مخموردن. چون که کسب ایلر صفا قلبیم انگوردن. قلبیم می انگوردن. اینجوری باید بخونیم. ساق یا جامی دریغت بوبن مخموردن. چون که کسب ایلر صفا قلبیم می انگوردن. Cennet kuyunda gördüm
seyreder ol dilberi, gözleri meh didi dil rac görünür huriden. Racih görünür huriden. Okey. Gözleri mehdidi dil racih görünür huriden. Gel tulu et gün gibi görsün seni aşıkların. Zerrelerdir ehli dildir olmuşsunlar nuriden. Olmasınlar nuriden. Varmaz isem köylüne lekin buna gane değil. Varmaz isem köylüne lekin buna gane değil. Sen güzeller şahini ta göre herciz duriden. مرکز دوریدن فکر میکنم اینجوری باشه سن گذلر شاهینی تا göre مرکز دوریدن غمزسی جلادdur غمزسی جلادdur elinde tiğ düşnesi teşnedir kanune rahmi öylemesin ol خون خاردن غمزسی جلادdur elinde tiğ düşnesi neşnedir kanune teşnedir kanune ki rahm ölmesin ol خون خاردن ümme اینجا هم نش ummak teşnedir kanune ki rahm ölmesin ol خون خاردن این حالا درست شد کنج وصلün bulmak için eyledim gönlüm harap. Dostum geçtim on kütün bu dil ma'muriden. Gel Süleyman'ın حالا اسم خودشه دیگه اینجا محبی نگفت. گر Süleyman'ın nöle guşiyle bir dem bendini bu muhibbi kemterinde gerçi کمدر موریدن واو با آنکه غلط میخونم بعضی جاها رو و خودم هم متوجه میشم که دارم غلط میخونم ولی واقعا شعرها خیلی عالیه خیلی من یه دوستی دارم هر از گاهی این شعرها رو بلده و یا خونده هر از گاهی که سر عشق میاد یکی از اینها رو میخونه و واقعا چون بلده و کلمه ها رو درست میخونه و قبلا چشمش و مغزش عادت کرده حفظ کرده زیبا میخونه و اون وقت شما متوجه میشید عمق معنا رو کاش من این رو بلد بودم و این رو مثل یک شعری که از برم حفظم براتون میخوندم بریم آخر اینجا در صفحه 170 olmadım teskine gadur gözden agan ağabeben Olmadım təskine qadir gözdən ağan ağabən Həsrət oldum gecələr tasub ölüncə xabəbən Gözlərindən dökübən xune cigər Gözlərim gözünlərindən tökübən xune cigər Allaram dərdilə gönlüm بنزدب دولاببن دولاب مثل مثلا حالا دولاب چی هست دولاب آیا یه جایی که اونجا آب رو جمع آوری میکردن دولاب او بود آن بود یا اینکه یه اشکابی چیزی بود نمیدونم ایدر ابدی gözlerim yaşı cehani cümle gərq eder ابدی gözlerim yaşı cehani cümle gərq etmesem gər benlerimden seddi ol seylabe ben
Cami hüsnünde yarın taq abrusun görüp səcdə etdim can ilə ol qaşlərə mehrabə mən. Oqudum hüsnün kitabın bəğdən xal xəttə. Oqudum hüsnün kitabın bəğdən xal xəttə. Müstəidəm bağmaz oldum nokte و اعرابه ben. این باخمزه. باخمز oldum nokta و اعرابه ben. Cürəsi yarın mühibbi cün nəsib xak eyləmiş olmuş. Cürəsi yarın mühibbi cün nəsib xak olmuş. Rəşk edərsəm تنبیدر اول خاک گوهر تابه من. احتمال میدم اینجا رو غلط خوندم دو تکیدر تنیدر رشک درسم تنیدر اول خاک گوهر تابه من. خب بریم صفحه 180. دوستان ببخشید من ترکیم خوب نیست. اونجا صفحه آخر، حالا اینجا باید اول رو بخونیم. Getdi candan bu gönül çəkməz dahi cananə dil cananədən. Getməz inəm. Getdi candan bu gönül getməz dahi cananədən. Kimlə gördü dediyim mərdanə toğmuş anədən. Zülfünü ilə xalini çünki bana ərz eylədin. Zülfün ilə xalini çünki bana ərz eylədin. Tutulsun murğ dil mən etmə abudanədən. Qutulsun murğ dil qutulsun murğ dil mən etmə abudanədən. Pare pare olmayınca bu limadی دست و رس بولمادی. اینو نمیتونم بازم بخونم، خیلی هاشو نمیتونم بخونم، یه جوری میگم انگار که میتونم بخونم. پاره پاره olmayınca bulmadı dest و رس. Ey gönül bu sanati ondan varıp sen şaneden. Ondan varıp sen şaneden. Şam-ı hüsnü dilbere bakmak gerektir canı dil. Şam-ı hüsnü dilbere bakmak gerektir canı dil. Gende gitti gayretün sen kim misen pervaneden. Ey muhibbi isterisen böylesen bulesen günce visal, iste gönlünde bulursun geçmesen viraneden. یه چنین پادشاهی لایق اسمش چرا پادشاه به این میگن؟ باید به این میگن عارف و عرفا، یعنی به این عظمت. صفحه 190 رو دوستان. Sürdü yüzme Allah bir kere yar elin. Sürdü yüzüme Allah bir kere yar elin. Xisab sandı qanla görən nigar əlin. Bülbül kimi ki geçdi könlüm ahuzara. Köylüm ehtimalım könlüm. Bülbül kimi ki geçdi könlüm ahuzara ahuzarla. Seyfəm budur ki öpmədim ol gülüzar əlin. Her ne gelirse mehr ana zur razıyam. Her ne gelirse mehr eğer zur razıyam. Mehr eğer zur razıyam. Sundum nigare can ile çün ihtiyar alan. Terk et bugün
لباسنی سربار بر نه اول سرپا بره نه اول yarın yıga ki sönmeye her nabikar alın elde muhibbi canı dili töfe eyledim kim bi xəzinə öpmədilər شهریار elin. من میدونم که این الان از 1 ساعت خیلی گذشته، 1 ساعت و 35 دقیقه است، ولی کتاب از نظر سیاسی خیلی تأثیر خواهد گذاشت من به نظرم در آینده. برای اینکه ما بریم صفحه 200 چیزی که تا الان میگفتن این رو اینجا برعکس میبینیم. حتی در ترکیه هم متاسفانه این رو توقف ایله bir dem sen افغان eyleme eyle sen nale توقف eyleme bir dem sen افغان eyle ben nale gel elhani bizim mihnette تو oldun واقف احواله یا مخنته نمیدونم acılıp sinem üstünde görü ben dağlar geler güldür. Açılıp sinem üstünde görünen dağlar güldür. Döker bu ceşmi giryanım gül üzre çin seher jale. Gürüp dil pune hicre yandın gülü bak oldu. چه زیرا خالص olmaz زر geçen کم کیرمیه گاله. نمیدونم این خیلی دیگه من اینها رو اصلا متوجه نشدم. خب چون تقریبا داریم از 1 ساعت و نیم هم گذشته، برم صفحه آخر ببینیم که تو آخرش یک شعر حداقل یه شعر فارسی داره که این فارسا بگن آقا دیدید بالاخره یه شعر فارسی داشت. این شعر بلنده مثل مثنویه، بذارید از یه جا خیلی بلنده. از اینجا شروع میشه تا 1 2 3 4 صفحه این طولش این شعر هست. فکر میکنم برای من خیلی سخته که این 4 صفحه رو بتونم بخونم. Bu yüzünde qanlı yaşımdan benu bedrlaleler dud ahimden boyanıb asman oldu kebud. Dostum mehr و vefalar qılmasın ma'zurudur. Kim görən gözəllər mənzili kuyi vəfadan durudur. Məscidə varmış ikən vardım yenə meyxanəyə. Aşıqi eyb etmə sufi çünki qoğadan qaçar. Bugün aqlim husn itirə muhibbi dilin kimdir? Şikəstə bəstə biçarə fəqirindir. İtləri quşunlur köynəyə varsam جگرشور گنده. خب نمیتونم، بعضی خیلی خراب کردم این شعرهای بسیار زیبا و ناب رو. این 6 بیت آخر رو اگه بتونم بخونم دیگه کتاب رو. بزم غمده geceler tasip olunca derdle İstügüm خون cigerdir لعل nabun yadine. Bir peri peykeri var yanınca اغیار olmaya. Bir peri peykeri var yanınca اغیار olmaya. Var mıdır
bir gül ki onun çövresi xar olmaya? Var mıdır bir gül ki onun çevresi xar olmaya? Gü muhibbi bir nəzər etsin cəmalın ayinə. Kim anı haqq eyləmiş aşıqlar üçün ayinə. Bunu yazmış yaptığında İbn Arz Kəbiyə. Bunu yazmış yaptığında İbn Azr Kəbiyə. Xani dil kim yapır olur beraber Kəbiyə. Xane dil kim yapır olur beraber Kəbiyə. Diyeyim derdi dilim halini halım o bilir. Diyeyim derdi dilim halini halım o bilir. روز محشرdə əgər uğrirsam mecnunə. Aşık oldur çehresi zerd و یاشی هم آلدون. اینو نتونستم بخونم. درد و مهنت آنا layıktır که صاحب دل ola. پس اینم اولا بشه. عاشق oldur çehresini zerd و یاشی هم al-ola. باشی هم al-ola. عاشق oldur çehresi zerd و باشی هم al-ola. Al یعنی سفید یا بله. درد و مهنت آن layıktır ki sahip hal ola. گلیدن ol پریر رو آسمانی بنا oldu غذای آسمانی. آقا این کتاب سلطان سلیمان قانونی در 264 صفحه دیوان ایشون رو خوندیم. حالا برای قبل از اینکه این چیز رو تموم بکنیم دوستان، سلطان سلیمان قانونی رو اینجا بنویسیم. سلطان سلیمان قانونی. ببینیم چی میگه. همین چیزی که فارسا نوشتن دیگه، دانشنامه چی ویکیپیدیا. سلیمان یکم به ترکی عثمانی سلطان سلیمان قانونی 6 نوامبر 1494. هنوز 1500 نشده، 6 سال قبل از 1500. یعنی الان 2025 هست. ایشون 2529 سال قبل متولد شده. یعنی و در 1566 هم فوت کرده. یعنی حدود 70 سال، دقیقاً 70 سال حدوداً عمر کرده. 10مین سلطان امپراتوری عثمانی بود که از سال 1920 میلادی تا لحظه مرگش در سال 1066 یعنی حدود 46 سال حکمرانی کرد. او از این لحاظ طولانی ترین دوره سلطنت را در میان خاندان عثمانی داراست. سلیمان یکم را در غرب با نام سلیمان محتشم، سریالش هم بود همین بود دیگه، محتشم yüzyıllar، فکر میکنم یه چیزی بود، و در شرق با نام سلیمان قانونی میشناسند. از آن جهت به قانونی مشهور که سیستم قضایی امپراتوری عثمانی را به طور کلی بازسازی کرد. حالا این فقط میخواستم این بدونیم که 529 سال پیش ایشون متولد شده. حالا در دوره شاهنشاهیش، امپراتوریش، خلافتش، حالا نه اینا هیچ کدوم نیست، خلافته ایشون نه شاه بود، نه امپراتور بود، نه شاهنشاه بود، ایشون خلیفه بود. در 46 سالی که به عنوان خلیفه جهان اسلام زیست و در ترکیه هم یه سریالی به نامش ساختن، براش ساختن که خیلی هم خوب ساختن، البته نشون میداد که ایشون شعرهاش به فارسیه.
اما ما با خوندن دیوان ایشون که اینجا دانلود کردیم، دست‌نوشته هستش و دیدیم که حتی اینجا یه تاریخ‌هایی رو من میبینم که میگه در مثلا اگر اینا رو رسائلی کاویانی نمیدونم یعنی چی، مثلا اگه من این رو 100 چیز بگم، شعرهاشو بگیم در چه سالی نوشته، در سال 118 صفحه 48 تا 68 رو نوشته، 78 رو ببخشید. در سال، حالا بذار ببینیم اینجا چی نوشته، احتمال میدم کتابی دیجاجه و تحفة الملوک، احتمالا کتابی دیجاجه و تحفة الملوک در سال 1087 که اینقدر عمر نکرده که صفحه 1 تا 45 پیدا شده، احتمالاً 194 دیوانی محبی. نه این نیست، من میخواستم ببینم این احتمالاً بر اساس چیز هستش، دیدم نه نمیشه، چون اینجا هم دوباره یه چیزی دیگه هستش. به هر حال ما این دیوان رو اینجا دیدیم و تلاش کردیم از حالا یه تعدادی از صفحات، حداقل حدود 20 صفحه، هر کدوم یه شعر رو بر حسب تصادف انتخاب کردیم و حالا تلاش کردیم بخونیم، نه اینکه نخوندیم. قاعدتا من این اشعار رو خراب کردم، یعنی این اشعار یک ساختمان بسیار باشکوهی بود که من یه رنگ بد زشت رو گرفتم پاشیدم رو این ولی خب از اون طرف هم یه تلاشی از طرف من هست برای اینکه بفهمم که عثمانی ها فارسی نگفتن، یعنی این آدم فارسی ننوشته، دیوانش ترکی هست. حالا این کتاب رو بردارید بزنید دهن این آدمایی که میگن دربار عثمانی، زبان رسمی دربار عثمانی فارسی بود، بزنید تو دهنش. اینجا دیگه اون کلمه خمینی رو میشه گفت بزنید تو دهنش. خب بسیار بسیار متشکرم دوستان، برای من روز بسیار خوبی بود، با آنکه خیلی امروز خسته بودم، واقعا خسته بودم، بیش از 14 ساعت سر پا بودم، خیلی خسته، ولی حیفم اومد که برم همینجوری بخوابم بدون که کتابی رو بخونم. و یکی از بهترین کتاب‌هایی رو که روی من تأثیر خیلی زیادی گذاشت رو میتونم بگم در عمرم همین کتاب بود که الان خوندیم. حالا 5 کتاب دیگه بمونه برای روزهای دیگه بتونیم باهاشون آشنا بشیم. خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. روزتون بخیر دوستان، امیدوارم که در روزهای آینده عمری باشه و بتونیم با کتاب‌های ترکی قدیمی دستنویس، با افکار عمیق عرفانی، علمی، اجتماعی، سیاسی، تکنولوژیکی، دینی و دیگه آشنا بشیم.